بود. من نمیدونستم که من مرا اعضای حزب نهضت اسلام مخفیانه یعنی اعضا کردند که من میفهمم که من همچون اعضای نهضت اسلام در حال رفته عرضه رو پیشنهاد کردم و از حزب نهضت اسلام خودم را برآوردم. میتوانم که وجود ندارد و فعالیت ندارد. خدا را اجرا کردن و قانون قرآن اجرا کردن کفایت تره. آیا یکی مثال که در حزب نویس میشه و یا که پیشبری میکنه و عملش کمتره، مثلا اجرا کردن قانون دین خوبتره. فعالیت حزب نهضت عموما در ناحیه تشکیبات قریب که وجود نداره. اوید فعالیت حزب نهضت اسلام همین رو من گفتنی هم که در ناحیه تشکیبات عموما یک اتاق کاری داشت. یک سال پیش هم اتاق کاری بستن دیگه فعالیت نداره. در سبب کم به حزبی کم حزبی در حزب شدیدن همه بس کردن فعالیت داشت هم عرضه داد رسما برمده حزب فعالیت نداره. من خیلی وطنداش رئیس بخش فرهنگ تبلیغ و ارشاد حزب نهضت در ناحیه تهیدره می‌شوم. در نتیجه انتخابات سال 2015 به ما معلوم گردید که عموما حزب نهضت اسلامی تاجیک در ناحیه تهیدره و جمهوری نتیجه به دست نیاورد، چون پیروی رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ناحیه تهیدره دولت و محمد صبور من هم عرضه خودم را بر استعفا رفتن از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان پیشنهاد نمودم و باید قید کرد که ادیان اصیل حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ناحیه تهیدره وجود ندارد. علاوه می‌نمایم که امروز حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ناحیه تهیدره فعالیت خود را قطع کرده است. من لطیف عبدالله غیر قانونی نماینده حزب نهضت اسلامی سعید اسلام سال 2001 دست مرا گرفته اعضای حزب نمود. من با راضیگی خود از این حزب دست کشیدم و دیگران نیز تصفیه می‌دهند. اسلام به یگان حزب احتیاج ندارد. طرفدار حکومت